با هم اومدیم رو چارت. اینجا یه دونه تاچ اول اتفاق افتاده که خط روند رو میکشیم. کشیدن خط روند خیلی مهمه بچه ها. باید هم حتما پیوت را گرفته باشه. از دو پیوت یک، پیوت دو، اینم برخورد سوم که همون تاچ اولمون میشه و میتونه بازار به این قشنگی خوشگلی واسهتون بریزه و سود خوبی کسب کنه. فقط بچه ها خط روندی که میکشیم حتما باید از دو پیوت تشکیل شده باشه. شیب 45 درجه حتما داشته باشه. کف و سقف بالاتر و پایینتر زده شده باشه، مثل دقیقا همینجا کف پایینتر و اینم تو کف پایینتر. همین بچه ها این چند مورد رو رعایت کنید خیلی براتون جوابگو هستش. حالا میخواید تایم فریمی که بهترین جواب رو بهتون میده رو معرفی کنم.